همیشه قاتلای زنجیره‌ای نباید بزرگسال باشن. تو این ویدیو میخوام 5 کودک قاتل رو بهت معرفی کنم که از 100 تا قاتل زنجیره‌ای بزرگسال خطرناکترن. سلام، من پارسان به ترساور خوش اومدی. ماری بل در سال 1968 به جرم خفه کردن 2 پسر بچه تیتر اول روزنامه ها شد. ولی نکته عجیب در مورد این جنایت اینه که ماری وقتی این قتل ها رو انجام داد فقط 11 سالش بود. اولین قربانی اون یه پسر بچه 4 ساله به اسم مارتین براون بود. ماری دقیقاً 1 روز بعد از تولد 11 سالگیش توی یک خونه متروکه مارتین رو خفه کرد. بعد از این قتل ماری هیچ احساس پشیمونی نکرد و همراه با دوستش جویس بل به زور وارد یک یتیم خونه شدن و یک یادداشت اونجا گذاشتن که ماری توی اون یادداشت اعتراف کرد که مارتین براون رو خفه کرده. 2 ماه بعد ماری و جویس به سراغ یه پسر بچه 3 ساله به اسم برایان هو رفتن. اونو هم توی یک منطقه متروکه و خالی از سکنه خفه کردن. ولی ماری از کشتن برایان راضی نشد. برگشت لباس برایان رو پاره کرد و با قیچی روی سینه‌اش حرف ام رو حکاکی کرد. بعد موهای اون پسر بچه 3 ساله رو از ته تراشید و آلت تناسلیش رو با قیچی برید. ماری همون سال دستگیر و به 12 سال زندان محکوم شد. بعد از دستگیری پلیس وقتی تحقیق کرد متوجه شد که ماری بل در یک خانواده بسیار رقت‌انگیز زندگی می‌کرد. مادر اون یک روسپی 17 ساله بود که حتی چند بار تلاش کرد که ماریو بکشه و پدرش یک دزد سابقه دار بود. ولی به نظرت چرا باید یه بچه 11 ساله حتی با وجود زندگی در کنار همچین خانواده‌ای دست به قتل بزنه؟ تابستان سال 1993 اریک اسمیت 13 ساله در حال دوچرخه سواری در یک پارک بود که ناگهان چشمش به دریک 4 ساله میافته. اریک به سمت دریک میره، اونو گول میزنه و بین درخت‌ها میبرتش. خفش میکنه، با سنگ سرشو له میکنه و بعد از اینکه لختش کرد شاخه درختی رو به انتهای بدن دریک فرو میکنه. جنازه دریک 4 ساله بیچاره همون روز پیدا شد و اریک اسمیت 13 ساله به جرم قتل 9 سال به زندان افتاد. این بیشترین میزان حبس برای نوجوانان در ایالات متحده است. اگه تا الان به اینجای ویدیو رسیدی و خوشت اومد حتما ویدیو رو لایک کن. در سال 1963 ادموند کمپر با پدر و مادر بزرگش زندگی میکرد. در یک روز عادی و مثل همیشه در حال بحث کردن با مادر بزرگش بود و ناگهان از کوره در رفت و با تفنگ شکاری پدر بزرگش به مادر بزرگ شلیک کرد و بعد با چندین ضربه چاقو اونو کشت. وقتی پدر بزرگش به خونه میاد و در رو وا میکنه، ادموند همون جلوی در و با همون تفنگ شکاری پدر بزرگش رو هم میکشه. تمام این اتفاقات زمانی رخ داد که ادموند فقط 14 سالش بود. ادموند بعد از این جنایت با مادرش تماس گرفت و قضیه رو تعریف کرد و مادرش بلافاصله به پلیس زنگ زد و همه اتفاقات رو تعریف کرد. وقتی پلیس ادموند رو دستگیر کرد ازش میپرسه انگیزت برای قتل چی بود؟ در پاسخ میگه فقط میخواستم ببینم کشتن مادر بزرگ چه حس و حالی داره. پدر بزرگم هم کشتم که جنازه مادر بزرگم رو نبینه. ادموند چند سالی به زندان افتاد ولی در نهایت بخشیده و آزاد شد و با اینکه از مادرش خوشش نمیومد و رابطه خوبی با هم نداشتن پیش اون برگشت. 3 سال بعد مادرش و دوست نزدیک اونو کشت و توی این مدت جون چندین نفر دیگر رو هم گرفت و حتی اثراتی از مرده‌خواری هم ازش دیده شد چون قسمتی از گوشت یکی از قربانیانش رو خورده بود. در نهایت ادموند دستگیر و به حبس ابد محکوم میشه. در سال 1998 میچل جانسون 12 ساله ون پدرش رو بر میداره و با اندرو گلدن 11 ساله به خونه پدر بزرگ اندرو میرن. اونا سلاحای پدر بزرگش رو از درون قفسه‌ای که قفل بود بر میدارن، داخل ون میذارن و به سمت مدرسه خودشون حرکت میکنن. وقتی زمان ناهار توی مدرسه میرسه اونا زنگ خطر آتش سوزی رو به صدا در میارن و وقتی تمام دانش آموزا و معلما در حال خروج از مدرسه بودن اونا رو به رگبار میبندن. در این جنایت وحشتناک 4 نفر کشته و 10 نفر زخمی میشن. هر دو بعد از این قتل عام وحشیانه دستگیر میشن. یکی از همکلاسیاشون اعتراف میکنه که روز قبل جانسون از حادثه تیراندازی خبر داده بود. هر دوشون به چند سال حبس محکوم میشن و بعد حکم آزادی گرفتن. این دوتا تنها قاتلین دانش آموزان هستن که در زندان به سر نمیبرن.
جاشوا فیلیپس 14 ساله که اهل کلیفتون نیوجرسی بود، در یک روز معمولی که داشت با مدی دختر بچه 8 ساله همسایه‌شون بازی می‌کرد، تصادفاً با چوب بیسبال به صورت مدی کوبید. چشمش به شدت خونریزی و دختر بچه شروع به گریه کردن کرد. جاشوا از ترس اینکه پدرش اگر بفهمه تنبیهش میکنه، مدی 8 ساله رو با سیم تلفن خفه میکنه و 11 بار به بدنش چاقو میزنه و بعد جنازه رو لای ملافه میپیچه و پنهان میکنه. 1 هفته بعد جسد پیدا میشه. جاشوا دستگیر و به حبس ابد محکوم میشه. یه پیشنهاد برات دارم. اگه به داستانهای ترسناک علاقه داری و فکر میکنی نمیترسی، بهت پیشنهاد میکنم 5 داستان ترسناک واقعی رو بشنوی که بهت قول میدم شب نمیذاره بخوابی. این ویدیوشه.